سراج الدین حقانی گفته است که طالبان بر سر طرح لوی جرگه مشورت و گفتگو می‌کند. سلام، خوش آمدید به اخبار امروزی ما. جزئیات بیشتر را در ویدیو تماشا کنید و کانال ما را سابسکرایب نمایید. پشتون تیوی. یکی از شرکت کنندگان در نشست فعالان سیاسی با وزیر داخله طالبان میگوید سراج الدین حقانی گفته این گروه روی طرح برگزاری لوی جرگه مشورت و گفتگو می‌کند. جاوید محمد با افغانستان اینترنشنال افزود که کارشناسان به سراج الدین حقانی گفتند برای رسیدن به مشروعیت باید لوی جرگه برگزار شود. این بود اخبار امروزی ما. تا اخبار دیگر کانال ما را سابسکرایب نمایید. وقت خوش. خدا نگهدار.